هم خیلی ترسان شده که این روزها هم با بیرون نمیبریم. جمشید رحیموف یک ساکن دانشجوی شهر کولاب را وقتی مغازه میرفت 4 نفر بازداشت و تلاش کردند اجباراً به ماشین سوار کنند. این واقعه شب 19 نوامبر در محله چرمگران پایان اتفاق افتاد و پس از رسیدن نزدیکانش به جای حادثه و جمع شدن مردم او را رها کردند. او گفتن که ما را با فرمان رئیس شهر نه پروکراتور گفته یا همه مقامات خستگی در شب ما اومده ابلاغ کردیم. اما در روزهای آخری موسم سربازگیری این اولین شکایت در کولاب از ساکنان شنیده می شود که مقامات شبانگاه برای اجرای نقشه به سرباز شکار دست می زنند. در یک هفته اخیر دهها شکایت از ناحیه‌های فرخار، همدانی، مومن آباد و واسع رسیده است که طبق این نامه‌ها مقامات مجبوراً وارد خانه‌های مردم شده و فرزندانشان را می‌گیرند و به خدمت سربازی می‌فرستند. با گفته ساکنان مقامات پروا ندارند که فرزندان آنها بیمار است یا معیوب، مجبوراً با خود میبرند. خانه شد در آمده کل دور در جدید شما فرمای باینی دور قطعی آمدن گرد خونند آمدن تریزر یا مرتب شدیدم زد تریزر شکست دشنون کرد که بخوی نخوی میبریم. مادری ساربان میسایف میگوید فرزندش چند پیش از روسیه بیمار آمد و او را طبابت میکردند. میسایف میگوید که یک پسر دیگرش خدمت را به آخر رسانیده به خانه آمده بود و آنها در بازار قرار داشتند که خبر رسید پسر بیمارش را از خانه ربودند. وضع صحتی ساربان پس از این بازداشت خیلی بد شده است. تاکسی را تلفن کردیم اومد ای خونه ای را گرفت رفته بعد او را هم تانه بروردنش به همون درون آمد دعوا کردیم که مرا بچه دیگری ما این دعوای کمد بود؟ هوا درونی وای کمدن او را بردن دختر گذاروندن ای را خوی ندادیستن. گفتم که ببرورین شامو را همون درون ببرورین که بو نترسه که هم خدمه میبرن هم دو درما. خودتون او را بردین بعد دست دادین ای را؟ خانواده میسایف تنها خانواده نیست که فرزندی بیمارشان را سرباز شکار میکنند. طاووسبی رجب و مادر نور محمد رحیمزاده 22 ساله میگوید پسرش یک پای کوتاه و میانی شکسته داشت ولی در دوشنبه او را بازداشت کرده به خدمت بردند. و این پروکراتورای کود امی شهر کولاب کود اینجا نوشتم بو بایجر رفتم دندانه من کمد میرم میگم که خیر اقلا بکنم کاغذی که امی دکتر گذاشتگی بود امی را بیارم مرا بتین میگن که نیستی خیلی دیلا هم تری دیلایی که هم بچه ترا هم جواب داده باشه نیستی. جلب مجبوری جوانان به ارتش در زبان مردم با نام ابله‌و و یا سرباز شکار مشهور است ولی امسال نسبت به سالهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیادی نشر شد که در آنها ساکنان ادعا کردند نزدیکانشان را مجبوری به ارتش بردند. مقامات پیوسته وجود ابله را رد می‌کنند. شکایت‌ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می‌دهند که با اطلاع وزارت دفاع نقشه سربازگیری برای ارتش زیاده از 95% اجرا شده است.